رفتیم کربلا، گفتش که نرو کربلا، حامله بچه ابناک میشه و گفت بریم به عشق امام حسین بریم. گفت رسیدیم کربلا، خانمم حالش بد شد. بریم دکتر، گفت بچه مرده تو شکم ماما. گفتم خانم نیا کربلا. گوهای غربی میره بده میره به عشق حسین، ولی تو منو بده کنار زری امام حسین، بقیهش با من. گفت بردمش کشون دم زری نشوندمش، شروع که به گریه کردن. حالا گریه کن که گریه نکن. اومدم دیدم خیلی سرحاله. گفتم سرحالی؟ گفت نمیدونی خوابم برد. کنار زری خواب دیدم، یه خانم اومد یه بچه خوشگلی رو گذاشت تو بغله. بردنش پیش دکتر، گفت این خانم صبحیه، بچه طوریش نیست، به دنیا اومد